دادر گرد دهر آواره سلام. لخت جگری مادر بیچاره سلام. ای فرد مسافری که دایم بره این ره وطنت شده است همواره سلام. ای بچه جان آچه داماده شده، پل کافته مردی کاری رفتستی سلام. در کشور بیگانه به مهر کسان صد حیف جوانی حیف گفتستی سلام. ای خواهرکی که کودکت در وطن است، چرخی فلکت کجا فکنده است سلام. میخواهی ببینی بوسی گیری آغوش، افسوس که ره کرا بلند است سلام. دانشجوی که معلوماتت عالی است، روزت نگذشت و رفتی از جاده سلام. اندر وطنت دور تقاداران است، در کوی غریبی زار افتاده سلام. مادر بس کن دیگر مهاجر زایه، یک بار بکش تا که تاجر زایه. پر کردی زمین روز از لخت جگر، کارت شده روز و شب مهاجر پایه. السلام علیکم مخلصان عزیز و عالی قدر، مخلصان گرامی، عزیزان دل و دیده و مخلصان پسندیده برنامه پرنده های مهاجر. برنامه باید روزی گذشته صدا میداد، اما با سبب های معین ما برنامه را بر امروز گرفتیم. با برابری السلام علیکم گفتن بر همه شما، سلامتی بر دوام میخواهم در چنین روزهای نهایت سرد زمستان، خصوص برای آن مهاجرانی که در روسیه هستند و خنک طاقت فرسای دشت و کوه روس را، جنگلزار روس را، صحراهای روس را طاقت کرده، یک بریده نان حلالشان را کار کرده ایستادند. بر همهشان سلامتی بر دوام میخواهم. قیمتترین نعمتی که شما دارید همین سلامتی شما، ایمان شما. غمگین هم نباشد که ندارید، خرسند هم نباشد که دارید، چون که یگان چیز در دنیا پایدار نیست، همه چیز گذرنده است. ما هم میگذریم، ما از دنیا میگذریم. بر آمده ها سلام علیک. خب وقتهای اخیر در وطن عزیزمان جنایت خیلی بسیار شده ایستاده است. ما همین روز خواستیم که همین برنامه را محض بر همین موضوع واگذاریم. چرا در تاجیکستان جنایت بسیار شده ایستاده است؟ البته شما هم شنیده ایستاده اید، ما هم شبکه اجتماعی اینترنت گفتگی یک واسطه برآمده که از تمام دنیا آدم با خبر می شود و در اینترنت چی بسیار جنایت بسیار شده است. ما اگر زمانی نورسی خود را به خاطر بیاریم، در خاطر دارید همان سالهای 91 92 که اینقدر وهم و واهمه میکردند، همان سالها هم اونقدر جنایت بسیار نبود که در شبکه‌های اجتماعی یا در وسایل اخباری آمده شود. هر روز می‌درایی در فیسبوک یا در دیگر شبکه‌ها کسی مادرش را کشته، کسی فرزندش را، کسی شوهرش را یا همسرش را کشته، کسی خودش را کشته است. اگر کسی بر کشتن نیافته، نخود کشتن اینقدر چیزی معمول شده، اینقدر آسان شده که به یگان ممانعت آدم کشی کرده ایستادن. که کودک نداشته است، کودک کسی را دزدیده است. که دزد بوده است، دزدیده است کودک کسی را. یا خود کدام یک مرد با نام مرد یک کودک را دست بر زوری زده، دست درازی کرده، جانش را ربوده است، یعنی او را هم بر مرگ مبتلا کرده، کشته است. و این گونه جنایت هایی که با برابر شنیدن یا خواندنش یا دیدنش در نوارها در انسان هم نفرت و عداوت، حسی بلندی بدبینی بر قاتل، یا خود رحم و شفقت و غایت دلسوزی بر مقتول، یعنی ظلم دیده مظلوم در انسان یک و یک بار این همه بیدار می شود و انسان در یک حالت ناگوار میماند. در سر هر یک شما شاید همین سال بیاید، خصوصا پیران سالان ما
این چی زمان فرا رسیده گفته شاید افسوس و ندامت خورند. خب چرا با چنین حالت گرفتار شده باشیم؟ چرا در تاجیکستان چنین است؟ اگر ما شرایط وزنین است گوییم، سالهای بود که شرایط بهتر از این بود. از نقل باباها میبینیم که در یک روز یک بریده نان روسی و کم ترک بالایش روغن شکیده میدادند، با همون روزشان میگذشت. یا دوره های بینانی هم بود، یک روز سیری یک روز گرسنگی هم بود. تا این درجه نرسیدند، اما جنایت هست. آن زمان جنایت نبود، کشتار اینقدر چیز معمول نبود. یا کی شما 10-15 سال در تاجیکستان نفری را شنیده بودید که بر کودک دست درازی کرده باشند و تا حالت مرگ کودک وفات کرده باشد؟ 2 نفر حکم حبس گرفتن، حبس ابد گرفتن. یکی را به نزدیکی 4 روز شد شنیدیم که حکم ابد گرفته، تمام عمر حبس شده است. چه عامل های سبب بودن میتواند بر چنین حالت ها؟ حالا اطلاع گرد آوردم، خبرهای گرد آوردم که برایتان کمتر معلومات میدهم در این بابت. در تاجیکستان تجاوز بر ناموس 50% افزوده است، رسا 2 برابر افزوده است، غارت 37%، دزدی غارت 37% زیاد شده است. شمار جنایت های به قید گرفته شده در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری بیش از 22,000، یعنی از 22,000 زیاد از 22,000 جنایت شده در تاجیکستان در 11 ماه. حالا دکبر را حساب نکردن تا ماه نوامبر. خب طبق اطلاع اگنتی آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، این رقم ها از هوا نیستند. اگنتی آمار یعنی استاتیستیکا چنین معلومات پیش آورده که 51% بیشتر از همین دوره سال گذشته، از همین دوره 51% غارت است. خب در این مدت افزایش جنایت های به قید گرفته شده 51%، از جمله ولایت سوخت 8.5% زیاد شده، ختلان 1.5%، نواحی تابع مرکز 9.5% و ولایت مرکزی کوهستانی بدخشان 24.2% جنایت زیاد شده است. در همین حال شمار جنایت های به قید گرفته شده در شهر دوشنبه در همین مدتی ذکر شده اندکی کمتر از سال گذشته. عجبا که بود است شهری هم که جنایت کمتر رخ داده است. و در این 11 ماه شمار جنایت های وزنی به قید گرفته شده 4797 عدد را تشکیل داده است که 7.6% بیشتر نسبت ینور نوامبر سال 2020 گفته می شود. از جمله شمار کشتار، اقدام به کشتار، روسوپا پیتکا و بیستی میگویند، یعنی اقدام به کشتار، اکنون میکشم گفته قصد کردن 4.4%، تجاوز به ناموس و کوشش بر تجاوز 50%، دزدی 3.6%، غارت 37% و غیره. اینجا دزدی و غارت را در 2 بخش جدا کردن. غارت البته دزدی بزرگتری هست. خب نشان دهنده افشای جنایت ها در همین مدت 77.6% گفته می شود که نسبت به سال گذشته 78.5% بیشتر را تشکیل میدهد. خب افزایش سطح جنایتکاری در تاجیکستان. بنا به معلومات رسمی در تاجیکستان نظر به سالهای گذشته سطح جنایت و جنایتکاری 52% افزایش یافت. گفتیم تعداد جنایت های به قید گرفته شده خب گفتیم 22,000 نفر دست بر جنایت زدند که این خیلی نگران کننده شده است. اگر به زبان روسی گوییم کریمینال تاجیکستان شده است، تاجیکستان کریمینال، تاجیکستان پرجنایت. و نام برنامه رو هم همین خیلی گذاشتیم، تاجیکستان پرجنایت شد. چرا؟ همین ما اوان جوانی وقتی که نو مکتب را ختم میکردیم خبر پخش شده بود در گازیت، در روزنامه‌ای که انباز نام داشت. اول پیانیر تاجیکستان بود، بعدا انباز کردن نامش را. در همین روزنامه مقاله چاپ شد که کدام یک سیاره نام دخترک دست بر خودکشی زده است. تمام مکتب‌های شهر مجلس گذرانیده بر
دختران کارهای فهماندهی گذرانیده، واکنش نشان داده، بر رسانه بر همان سراغه روزنامه مکتوب نوشته. آن وقت اینترنت نبود، مکتوب کرده طریق پشت روان میکردیم، نوشته فرستاده بودیم که ما چقدر افسوس میخوریم از خودکشی کردن یک دختر. سببش را در خاطر ندارم، اما این فقط یک خودکشی بود. امروز شاید روزی نباشد در تاجیکستان که چنین حادثه ها رخ نداده باشند. و آیا می شود که همین حادثه ها را پیشگیری کرد؟ مثلا بعد صدور جنایت، بعد صادر شدن جنایت، فایده نیست که وی را رسانه‌ای کنیم. خب کارمندان شعبه کارهای داخلی رفتند، بازداشت کردند، دادگاه بر جنایت ها را آشکار کرده، آنها را حکم حبس داد یا اینکه چاره های مأموری اندیشیده شدند. اما از این فایده نیست. یک جنایتکار را بر حبس انداختند، یک نفر نانخوری در زیادی بر گردن دولت زیاد کردند و این بیهوده است. اگر پیش این راه را می گرفتند خیلی بهتر بود، پیش همین جنایتکاری را. و آیا ممکن است که پیشگیری کرده شود؟ نفر خودکشی کرد، بعد خودکشی کردن رفته ارغمچین را میبرید، نمیبرید و وی آویزان میماند یا با اصول دیگر را از آنجا بیرون میکنید، اما فایده چی راه باشد؟ همین برنده برنامه پرنده های مهاجر امروز خیلی خسته است. اگر شما هم با برنامه همراه شده حرف میزدید، بازم نورن علا نور بود، چون که یک سر است و تفکر عامه اگر بسیار مردم واکنش نشان دهند، فکر خود را گویند، چرا در چنین حالت گرفتار هستیم، با چنین حالت چرا گرفتار هستیم، چرا آیا برای پیشگیری این حالت ها بین جوانان یگان کاری فهماندهی هم گذرانیده ایستاده‌اند یا نه، یگان برنامه های طرحریزی میشوند یا نه، آیا یگان خبری خوش از یگان جا میشنویم که جنایت کم شد؟ انا مثلا در دوشنبه شهر نسبتی سال گذشته اندکی کم شده بوده است، اما در دیگر شهر و نواحی نهایت زیاد، 50% زیاد شدن تجاوز و بر سوی قصد بر تجاوز، این علاقه خودش با یک کلمه ifade کنیم دهشت است. خب یک جنایتی که در شبکه فیسبوک بود، من گرفتم اینجا خوانم، خاطررسانتان کنم تا درک کنید موضوع را. کشتار وحشیانه که در دوام همین هفته آخر، طول هفته آخر، 7 روز آخر، طول 7 روز اول در ماه جاری، ساکن 28 ساله ناحیه رودکی همسرش را بیرحمانه با بند ارغمچین بوغی کرده بود. خبر کشتار وقتهای آخر در شبکه‌های اجتماعی هر روز رسانه می شود. گفتم این را، اما برای پیشگیری این قبیل عملهای زشت یگان چاره‌بینی از جانب نهاد دخلدار پیش بینی نمی شود یا شاید می شود، اما در پس درهای بسته که فقط کاغذ پر می شود که کار پیشبری کرده شد یا پیش بینی کرده شد، این کارها فهماندهی شد، در کاغذ قید میکنند، بر همان دلا ثبت میکنند، اما یکان چاره‌بینی بزرگ در اشتراک عامه بزرگ با قید گرفته نمی شود، گذرانیده نمی شود. و اگر می گذرد در تاجیکستان از خود وطن هم می توانید با ما در تماس باشد و در برنامه اشتراک کرده گویید در این باره. خب باید گفت دوام همین ماه اکتبر، 26 ماه دکبر گفتنی بدم، 26 دکبر یک حادثه کارتکشی در شهر پنجکین بود. فقط یک همین اسباب دستگاهی که با آن بر تلفن موبیلی، گوشی موبیلی قوت میگیرند، یعنی زریدنیک، برای همین یک دانه دستگاه زریدنیک 3 نفر جان دادند. از قفای همین با ماجرای یک دانه زریدنیک آنقدر شور و مغل برداشتند، آنقدر دست جمعانه جنگیدند، کارت کشی کردند که 3 نفر از دنیا گذشتند. بر عضوهای حیاتاً مهمی یکدیگر کارت خلیدند و نفر جنایتکار در نظر ما یگان
آدم خفناک می نماید که اعتمادمان را نسبتش ما گم میکنیم. البته وای آدم کشته است و جنایتکار میگوییم. البته یگان قاتل، دوست، مکار، قلاب، راهزن و غیره را پیش نظر میاریم، تصور میکنیم. اما در محبس ها این حادثه، این حالت را هم گفته گذارم، در محبس ها کم نیستند آدمانی که از کوچه جنایت تماما نگذشتند. عموما از کوچه جنایت نگذشتند اما همان جایند، در قطار دزد و قلاب و راهزن و قاتل و همانجا در محبس نشستند. هرچند که آشنایی هم بر این جاده ها ندارند. خب باز نفرانی که با همین دزدی و قلابی و فساد زدگی و با دروغ و آشنابازی و با کروپسیا مبارزه بردن میخواهند، آزادانه حرف میزنند، اینها رو به خاطر مبارز بودنشان هم زندان میکنند که زندان عین حال عجب حالتی دارد. ترازوی زندان گناهکار و بیگناه برابری زیر کرده ایستاده است. خب بیایید با این طرفی مسئله در یگان برنامه دیگر میگذاریم، چون که بهت منطق دشوار می شود که شاید شنونده عاجزی کشد در حرف زدن. تماشابین، چرا تاجیکستان پر جنایت شد؟ یاد دارید حافظ شیرازی غزل دارد که همه ما در سینی مکتب خانه همین غزل را اذیت کرده بودیم. این چه شور است که در دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم. اسب زرین شده، اسب تازه شده مجروح به زیر پالان، طبق زرین همه برگردن خر می بینم. و این غزل خیلی دور و دراز بود و یک برنامه ادبی می بود، کاملا می خوندیم. همین گونه غزل بود. گویا حافظ شیرازی انا همین حالا در تاجیکستان همین غزل را ایجاد کرده باشد که شور و مغل در تاجیکستان خیلی بسیار است. به نزدیک یک خب حاضر یک روزنامه نگار در تاجیکستان حتی یک روزها اکسپریمنت میگویند، یک تجربه را گذرانیده که در آن کارمندان تئاتر نقش آفریدند. مادر را بر کوچه گیران استاد و گرفته استاد، گویا او را بر خانه پیرانسالان برده میپرتاید، خانه بیپرستاران، و ماشین ها، تاکسی های از راه گذشته ایستاده را باز داشت و گفت که همین مادر را با همان خانه پیرانسالان که در سراغ 8 مارت است برده همانجا پرتا، پولش را میگرد در دستش هست و مادر میگریست. بودند راننده هایی که نگرفتند، پرسجو کردند و گفتند فرار مادرت را من نمیبرم. اما بودند راننده هایی که گرفتند او را تا برده بر جای لازمه گذارند. این هم جنایت است برای ما تاجیکانی که خود را دارنده های ننگ و ناموس و خود را سربلند، خود را مسلمان میشماریم. تاجیکانی که اگر گپ در سر ایمان و دینداری رود، بحث آنقدر با جهد و جدال می رود، آنقدر بحث سر و حسابش را گم می کند که همه دانشمند اهل دین بر این شده می رود. و همین حالت برای تاجیکان خیلی ننگاور است، وقتا که حتی راضی شد که تاکسی مادر را برده بر خانه پیرانسالان گذارد. جنایت چه ها؟ ما اگر بر جنایتکاری حکومت را گناهکار کنیم، حکومت کشور را، آیا حکومت وادار کرده که نفر دست بر دزدی زند، نفر دست بر کشتار زند، نفر کودک دزدد؟ مثلا زن کودکدار نشد. اگر فقط حکومت را گناهکار کنیم، گناهکار، اما اگر گناهکار کردیم هم همان حکومت هم از جانب خودمان برآمده حکومت شده، از داخل خود مردم برآمده. اگر جنایت فساد را در نظر گیریم، فساد بدترین جنایت ها شاید باشد. این علاقه کاملا تعلق دارد بر خود حکومتداران است که بر خود راهبران است که در تشکیلات و مؤسسه و
دیگر کارگاه ها در سر قدرت نشستند، در سر کرسی راهبری نشستند و اوج علای جنایت آنجا هم فسادکاری افزوده رفته. فقط خویش و تبار را یا اینکه بر عوض پول بیگانه را با کار تامین میکنند. خب این همه جنایت است، این همه جنایت بالای جنایت است. چرا در تاجیکستان انا همین حالت است؟ دیگر شما حرف زنید من گوش میکنم، چون که تا این دم من حرف زدم شما گوش کردید. 20 دقیقه برنامه سپری شده، ما 40 دقیقه دیگر وقت داریم. شما هم حرف زنید من هم گوش میکنم. برای پیوستن به برنامه مذکور و برنامه پرنده های مهاجر، برای ابراز کردن اندیشه هاتون بابت برنامه تاجیکستان پر جنایت شد چرا، می پیوندیم با همین سیلکایی که در پایان موضوع گذاشته شده، در پایان نواری مذکور گذاشته، همین که انگشت رسانیده، لینک انگشت رسانیده با ما می پیوندید. شما می توانید با نام و نسبتان یا با تخلصتان یا هر چیزی خواهید، با نام شهرتان یا به نام تماما، با رسم هر چیزی خواهید با ما پیوندید و فکر و اندیشه های خود را ابراز کنید. برای ما فرق ندارد که حرف میزند. در تاجیکستان وقتی که کارمند رادیو بودم، بار از حبسخانه هم نفر زنگ زده بود، بر یک سوال ما جواب گفته بود، یک سوالی که در برنامه دانشسنج پیشنهاد میکردیم. جواب داد و گفت که من مخلص دائمی شما بودم، اما یک اشتباه کردم، بر حبسخانه افتاده ماندم. برای او 6 ماه جزا معین کردند و پشیمان شدن خود را ابراز کرد. گفت که هرگز دیگر دست بر دزدی نمیزند. وقتا حس کنجکاوی بالا گرفت. در من پرسیدم خوب پشیمانی را دیگران هم میشنوند، دزدی نمیکند، این خوب است، اما چی آیا مجبور شده چی دزدی کرده؟ گفت یک خلطه 10 کیلوگی آرد دزدیدم و یک پاچکه، یک بند بزرگ همان اوریبچه های کودکانه. پادگروسنی که میگویم که به تاجیکی اوریبچه میشود. اوریب یعنی کچ، اوریبچه های کودکانه، یک مواد گیگینی کودک. خب از زندگی نامه بزرگان خوانده بودیم که اینک در خاطر ندارم حضرت عمر بودن یا دیگر بزرگان از اصحاب کرام که وقتی که شهروند نان دزدی میکند باید حاکم آن کشور را جزا داد، چون که شهروندش گرسنه است. همینطور با دزدی 10 کیلو آرد و کمتر چی کودکانه 6 ماه مجازات شده است. و همان دکانداری که نسبت او شکایت کرده، او هم چرا فکر نکرده باشد؟ انا اینش عجیب است. خب برنامه پرنده های مهاجر است. نام موضوع امروزه تاجیکستان پر جنایت شد چرا؟ با این سوال شما فکر خود را اگر مقابل گفته های من هم فکر کرده باشد ابراز کنید. قبول، چون که این منبر از آن من نیست، منبر از آن تماشابین است. این منبر از آن تماشابین است. من فقط در منبرم به خاطر حرف شما را گوش کردن و بر دیگران رسانیدن هستم. کی را گناهکار میکنید؟ حکومت داران را، خود مردم را، دیگر ساحه های تاجیکستان را، پدر مادر را گناهکار میکنید که وقت کافی برای فرزند جدا نمیکنند. و اگر پدر مادر وقت کافی هم ندارند، با چه سبب؟ ریشه این سبب ها تا کجا رفته بر میخورد؟ میتوانید با ما پیوسته ابراز کنید. یا روزی سه شنبه برنامه پرنده های مهاجر میشد، شما عادت کردید و روزی چهارشنبه علاقه انتظار نبودید؟ نه، خدا را شکر که عین حال 108 نفر ما را تماشا کرده ایستادند. این آنچه که ما میبینیم که دیده ایستادند. شاید که باز شماره تماشا بینان بیشتر از این هم باشد، اما تا ما این چنین نشان میدهد، چون که همین که برنامه به آخر رسید میبینیم هزاران هزار در آمده تماشا کردند. برای آنکه دین را رژیم رحمانوف دیکتاتور از بین برد گفته نوشتند، نفر در پیامک نوشتند. خب اگر وارد شدن قبول میکنیم یک نفر با حرف که
مرحمت. السلام علیکم. دلتان شاد علیکم سلام. نباد باشد. خب خوش میکنم. احمد اپا خیلی اپا جان سلامتیتون خوبه اپا سوی ما خدا را شکر. خدا را شکر میگویم. چه گفتنیم در این موضوع شما؟ گفتنیم که در اینجا اپا جان خلقم بینته و خودمون بینوته برای که هر چند که کردک حکومت به سر ما خپ ایستادیم، گپ نزدیم در مقابلی. هر چی ظلم شد، هر کسا که چیکار کردن ما چیکار کردیم، خپ کردیم و را موندیم که مقصد چیکار بخوان انجام تیم. برای همو امروز همین کارا زیاد هم مقصد جنایت ها همین هر کاری که میشوه خلق اجازت داد و او کردن همین کارا. اجازت مخصوصا بر کدام کارها مثلا؟ خب نفر اینجا گفتن که دین رو منع کردن، اینش قبول باز هم دین هم دین اپا جان. خب هم دین هم مقصد مچیتور محکم کردن. بله. هم مقصد کدومی را که کشتن ما خپ ایستادیم، کدومی را که خواستن محکم کردن ما خپ ایستادیم، گپ نزدیم در مقابل همه کار شو. همه چی کاری کردن اپا چی کاری که حکومت دوام داد ما خپ ایستادیم. بله. ای حق خود دفاع نکردیم. و همینجاست که جنایت بسیار شده رفته ایستاده است در تاجیکستان. آیا بله، یک راست را میتوانید نامبر کنید که همین حالت را پیشگیری کند؟ جنایت برای بسیار نشدن چیکار کردن در کار؟ برای که جنایت بسیار نشدن اپا جانی حکومت ایسر بردن در کار. این همه راه های دیگر راه نداره. برای که این سال 300 سال یک بار یک برنامه نکردن که مهاجرها یا یک حساسیت درد دل شد مقصد طریق تلفن طریق سابشن بنویسه بگه تو امروز نشید، تو امروز مقصد نکردن اکی امروز میکنن دیگه. تو همه فکر من همه کی این حکومت ایسر بردن در کار. شما در تاجیکستان با این نزدیکی بودید؟ با همین نزدیکی نبوده؟ نه. آیا سالهایی که بوده در هتل دارید که یگان چاره‌بینی بخشیده بر پیشگیری جنایت ها گذرانی داشته باشد، کارهای فهماندهی بین جوانان بوده؟ یگان بار بود؟ نبود. خب تشکر برای اشتراکتان در برنامه. فهماین شما شاهد نبودید که یگان بار کاری فهماندهی گذراند. بسیار تشکر برای فکرتان. احترام می‌گذارم. اولین شنونده ما دلشاد بودن و شنونده دیگر مهاجر شما را پذیرایی میکنیم. خوش آمدید به برنامه. السلام علیکم مادر گیرم با بیننده های شما هم سلام علیکم. من میخواستم که همین منبر زنها باید باشه و این زنها باید اشتراک کنند در اینجا. برای چی زنها نمیبرند در همینجا؟ برای چی اشتراک نمیکنند؟ من همین منبر میگم که خواهرای عزیز، مادرای عزیز، مهاجرا بروین درد دل کنین در همین منبر. اینجا منبری شما ها هست. باید بروین گاو زنین، دستگیری کنین این خواهر. همین گفتنی داشتم پیسای من. خب خیلی خوب. من هم چندین روز باز گفتنی بودم همین حرف را که دیگر منبرهایی که خیلی پرتلاطم است، موج برنامه و خیلی پر اشتراکچی بسیار است، آنجا حتی نوبت به بعضی زنها نمیرسد. برنامه هم باید باشد که خواهران اشتراک کنند، درد دل آنها شنیده شود، مادران اشتراک کنند. دیگر این خیلی یوتیوب کانال محض برای خواهر و مادران نیست. درست است، باید یک برنامه باشد. خب بابت موضوع امروزه یگان گفتنی ندارد؟ با بابت امروزه موضوع گفتنی هم که به فکر من همه یک 2 ماه 3 ماه یا با چی میکنن، همین برنامه ریزی میکنن که همین چیو رو تماشا نکنین، این کانال یوتیوب ندارین، همین در مکتب ها، همین در کالج ها، در مکتب ها میگوین که در همین گروه ها رو تماشا نکنین، چیو رو نبینین که اینها
تروریستی اکستریمیستی کانال ها هستند، لیکن نمیدونم که این کانال های حقیقت هستند که این دیکتاتورا نمیمونه که باید این مردم تاجیک این کانال های حقیقت تماشا کنه گوش کنه. بله میدونند، نفرانی که ترغیب کرده ایستادن که گوش نکنید آنها میدونند، آنها هم از روی مجبوریت، اونها هم از برای مجبوریت، برای که تهدید میکنن، میگن که میترسوننده، برای که گوش نکنین و نبینین همین چی را منبرای مو چی را گروه سیاسی را. الو اوزم میروه. میشنویم شما را. بسیار تشکر میگویم که فکر خود را ابراز کردید و یک خبر مانند به گفتار شما بود. از آن سبب بر بدخشان تا هنوزم اینترنت نداده ایستادند که گویا مخالفین آنها را زندگیشان را خللدار میکند، میشورد زندگی آنها را، باز هم غریه و اسیان میبردارند. یعنی مخالفین را گناهکار کردن در نبودن اینترنت بدخشان. خب من شما را فرمودم در برنامه. امروز سرعت اینترنت کمی ضعیفتر است، کمی سستر، اگر به زبان مردمی تر کرده گوییم سستر است. خب باقی نیست، توانسته ایستادیم که به شما پیوندیم. از 139 نفر اشتراکچی نخواد نفری نباشند که فکر خود را ابراز کنند دایر این موضوع که تاجیکستان پر جنایت شد. چرا؟ یک طرفه بیایید نگاه نمیکنیم، با هر دو طرفی موضوع باید برابر نگاه میکنیم. اگر ایده میگویند نه حکومت گناهکار نیست، حکومت وادار نکرده ایستاده است که مردم جنایت کنند، طرفی دیگر میگوید نه گناهکار است، چون که از هر طرفی که دیده برایم باز ریشه برمیخورد بر همان بالا. مردم مثلا میگوییم که پدر مادران بر فرزندان دقت بیشتر ندادند، وقت صرف نکردند. بهترین تحفه از والدین، از پدر و مادر برای کودک این وقت است. وقت تحفه پرقیمت نه. اگر وقت صرف کرده بر کودک توجه کنید، مهر و محبت ظاهر کنید و همان تشنگی بر مهر تشنگی اش را از معیار گذرانیده، عاقبت علم زده شده دیگر بر کینه و کدرت نمیگذارد. درست است. خب اگر پدر مهاجر باشد و مادر پای جنبانیدن روزگار، باز به کدام یک کاری دیگر بند باشد، چون مبلغ مهاجر هم کاملا نرسیده ایستاده است بر زندگی. آنگاه کودک باقی باشد. کودک که به سرابان ماند، دیگر نظارت کننده نماند، او خواهد نخواهد بر جنایت دست میزند. شاید در مکتب هم در خاطر دارید در شبکه‌های اجتماعی خیلی پنج شده رفت حالتی که در روز زادروزش یک دخترک را بالای سرش کچوب ریختند و تخم شکستند و بالای سرش و او داد و فریاد میکرد، با تمام وجودش ناراضگی میکرد، اسیان میکرد، اما بر حالش میخندیدند و نوار برداری میکردند و گفتند این یک شوخی عادی است. یعنی یک شوخی عادی، یک هزل و متاعبه بین همسنفان هم مبدل شد بر جنایت. جنایت دیگر شوخی عادی شده ماند. یک هزل، یک به زبان خلقی گوییم قزقی میگوید در طرف ما و این علاقه ترکیه است، یعنی هزل، یک متاعبه گفتن ماندن. خب نظر شما رو گوش میکنیم، نظر نقطه نظرشون رو بیان میکنن. مرحمت. سلام با کل ملت جمهوری تاجیکستان. خب ملت شریف بله. خب انا موضوع خیلی مهم است امروز، اما در باره این موضوع صحبت کردن خیلی صحبت طولانی کردن نکن که وقتی ما میرسن نمیرسن، شما هر قدر حرف زنید مرحمت. یا که اجازت میتین هم شهری ها که برای این سخن ها انا
خب نباشم شروع میکنیم. خب مرحبا. این جنایتی که شما نامبر کردین فایز داره، خب نظر کنیم اگر به همون فایزهای جنایت های گروه های سیاسی، خب گروه های سیاسی سبب زیاد شدنش به خاطر ناریضا بودن از حکومت، از ساخت کشور داره. خب از ساخت کشور، کشور داره، از طرز کشور داره. ساختش خوب است، دموکراسی دنیوی، اما نومش هم این خیلی است، طرزش نه. خب اما کارگران حکومتی کار کردن هم نتوانستن با همون طرز قانونی که کانستیتوسیونی دارن خب و همه هم هیچ موافقت ندارن. خب انا نظر کنیم که با خود کانستیتوسیا مثال من خودم رو میبرم، کل تاجیکستان رو نمیبرم، خب شخصا سیمیه خودم مثال خودم رو حساب کنم. برای من این کانستیتوسیا قانونهایش مثال نه ترس میده، نه نه بله. این داد ستان هاش میگن، سودهاش میگن. اگر که دست به جنایت زنم دلم پر است که یک راه پیدا میکنم، راه حیله دارم، مثال نجات پیدا میکنم. برای من ترس نیست از این کانستیتوسیا، از این سیاست ها، از این محبس ها، خلاصه از این سود پرکرار ترس ندارم. خب مثال یک ترس من در چی است که اگر ترس خدا نباشه انسان به همه کار قادر است. ها فهمو. امروز جامعه ما من گمان میکنم از ترس خدا دور شده بود. اما این کانستیتوسیا را هیچ چیز حساب هم نمیکنن، ارزش هم نداره. برای من همین خیلی است. شاید برای دیگران خیلی باز سوال کنید پرسید. اگر رعایت شود قانون‌های کنستیتوسیونی ما بهترین هستند، در قطار بهترین ها، اما رعایت که نمی‌شوند، خب وقتی که خود مقامات رعایت نمی‌شوند مردم هم نمی‌خواد. صد نکنی این حکم‌هایی که قرآن برای جنایتکار میگه، اینها خیلی گفته پیشگیری در چیز، یگانه جنایتی که دور میکنه از سر انسان این قانون‌های اسلام و شریعت است. درست است. کسی که از ترسید از چیز نمیترسد. اما حکم‌هایی که مثال شریعت میگه این برای انسان پند است. این کانستیتوسیا پند نمی‌آموزد. اگر سود ابدی هم که تیه برای انسان ترس نیست. خیلی میگم من یه راه پیدا میکنم که همین جنایت صادر میکنم، با راهش میگم که در همون محبس یا شرایط خوب که زندگی ما دوام بکنم در همون محبس، چون که راه پول قطعی همه کار مثال پیش میبرم. جنایت کارا اگر حکمی که شریعت میته برای انسان اون خیلی رفتار باشه، این جنایت ها مدتی دراز نمیکشه. من در حال جاش میگیره، اما برای این منبرهای آزاد در کار، رسانه های آزاد در کار که قاعده و قانون شریعت برای ما نزدیکه، اگر کمی رسانه در حال میگیریم، اما از قاعده و قانون های کنستیتوسیونی ما خیلی دور هستیم.
درست. این اگر از کردنش هم نمیخواهیم، چون که ما مسلمانیم. درست برادر، از روی حکم شریعت اگر جزا داده نشود هم، مثلا دزد را دست نبرند یا دیگری را گوش نبرند هم، اگر یا قمچین نزنند هم، همین ترس از خدا، یعنی از فردای قیامت، جوابگری روز فردا اگر در انسان باشد، وای الکی پیدا میکند احترام بر درستی، یعنی که وای دیگر بر جنایت دست نمیزند. درست گفتید. حد اقل درباره این کنستیتوسیا، حد اقل اسلام آزاد باشه، شاید که انسان ها یک چی باخبر شوند شریعت. این مخصوص با که اسلام که ریشه‌کن میکنه، انسان ها را اوباش تیار میکنن، اوباش برای اوباش تیار میکنن. مخصوص این حکومت همین با همین واسطه اوباشی انسان ها درآمدشون رو مثال کشیده میگیرن. خب درست. و اگر اسلام باشه در بدی انسان نیست، قانون اسلام در بدی انسان نیست. اسلام کوشش میکنه که شهروند پیش رود. ها بله درست، اما من میکنن بالای اسلام کار داده ایستادن. خب برادر، بیشتر جنایت هایی که در تاجیکستان صادر میشوند، خصوص جنایت های مدهیش کشتار و تجاوز بر ناموس، در حالت مستی به وقوع پیوستند. یعنی شراب، عرق فراوان است. عرق فراوان است. مثال کنستیتوسیای ما که دموکراتیک است، دیسکوتک رو آزاد کرد، ماینوشی رو که آزاد کرد، بعد این ریشه مثال سرچشمش بیا که هوی است اون جنایت ها. بله سرچشمه باز است. در یک طرف خانه، در طرف شد آوردن، در اینجا آوردن و نوشیدن نوشاک‌های اسپریتی من است. گفته در همون تویخانه زده مانده بودن یک کاغذ. وقتی که کارمندان نهادی دولتی آمدن، همون کاغذ را گرفته در آنجا پرداختن. گفتن اینجا دولتی تو نیست که اسلامی کرده باشه. این بخواهد بر حقوق فطری انسان گفتند و گرفته پرداختند. بعدا چون این حالت شد که دیگر عروسها را هم در توی با همون لباسی سفیده که در سرش سطر است فقط رویش می نماید با اینها حرکت کردن برای جنایت، شرایط مهیا کردن برای پیشگیری، راهبندان کردن. درست، یگان چاره بینی نیست. فکر کردیم، در فکر ما ذهن ما همین روز می آید. با شاید یگان با دانشمندتر، با خوبتر، با فهمت خوبتر تحلیل کرد. استعمال عرق هم بسیار شدنش از سبب کمبود ایمانی ماست، کمبود سواد دینی ماست، تقوا. دعوت شریعت نیست. جوانها از دعوت شریعت دور شدن، راست به مسکو و خارجه آمدن، کار از به حجله نارسیده آمده است. چی رو دیده باید؟ هیچی. واقعا پیر و جوان تاجیکستان کوچیده ایستادن، سیله میکوچند. در وطن که میماند واقعا دردناک است حالت. همین دستورات، همین ترتیبات اگر 5 سال دیگه دوام بیاره، از همه جای خطرناکترین در روی دنیا زندگی در تاجیکستان میشه. از همه جای دهشت‌تر، اوگاشتر، خطرناکتر در روی دنیا و شمار در جای اول نیست. به حد پروگنوزش وزبین است. پروگنوز اینم چی خیلی که نو گفتن فایزا را، همین وقتی شما فایزا رو نقل کردین، من دوری همون حساباتی پخته در یادم آمد. این سال این وقتا دیگه حساباتی جنایت ها رو میشنویم. بله، به جای حساباتی حاصل پخته و خلدانه و جواری مکه خانداری از جنایات حرف میزنیم. واقعا درست در تاجیکستان یگان بار تا همین سالها از تجاوز بر ناموس و کشتار نشنیده بودیم. کودک را تجاوز کرده کشتن نبود در تاجیکستان. این پردهشت
به همه راه میگم که نه به قانون های کنستیتوسیونی نزدیک ملت، نه به شریعت. او بوش شده رفت. برای این اگر که خواهیم پیشگیری کرده به شریعت نزدیکترن، اگر کمک کنیم با واسطه شریعت در حال ممکنه که در رمکه داخل شوند، اما با واسطه کنستیتوسی نمیتونیم. من هم فکر میکنم. بله، فکر خوبی هست. خیلی فکر شما را جانبدار هم هستم. یعنی نارسایی تعلیمات دینی، دور بودن از شریعت، کمبود ایمان، احساس تقوا، این نارسایی، این همه اینو نمیرسه. همه اینو در معرکه ها، در منبرها باید که آزاد باشه دعوت. بله، همین آغاز ماه دکبر، هفته اول ماه دکبر در جمهوری همسایمان ازبکستان یک قرار قبول شد. آنجا فاند رشد اسلامی گشاده شد. این فاند برداشت چیها را دارد؟ چاپ کردن کتاب های دینی، نوشتن کتاب های دینی، ترجمه کردن ادبیات های دینی از مثلا زبان عربی بر زبان ازبکی و تشکیل کردن سایت های اسلامی تربیوی یا درسی، سایت های درس دینی، صرف، نحو، مثلا تجوید. برای این همه این فاند رشد اسلامی خدمت میکند، مبلغ جدا میکند. مبلغ بر همون نفران داده میشود که سعی میکنند دست بر همین کار شدن، از قفای همین کار زندگی میکنند و این فاند رشد اسلامی مبلغ را اگر قسمتی از بودجه دولت ازبکستان گیرد، شخصان خیرخواه هم میتوانند مبلغ وارد کرده همچون خیریه و نیز در این فاند باز است بر کمک رسانهای خارجی از عربستان، از مصر عرب یا از سعودی یا از دیگر کشورهای اسلامی، از ترکیه، اگر مبلغ ثروتمندان وارد کنند هم بر فاند اسلامی اجازه داده شد. اکنون با این مبلغ می شود در ازبکستان سر هر یک شهر از چند تاگی مدرسه ساخت. یعنی رئیس جمهور آنها درک کرده است که راه دین باید برای ملت باز باشد. اگر همین شبکه اجتماعی درآیم، مثلا من میخواهم درباره هارون الرشید یا درباره یگان، خب گرفتیم هارون الرشید، نه یگان صحابه کرام دربارهشون یگان چیز دانستن میخوای نام مینویسی، اگر معلوم هایشون را به تاجیکی کابیم میگویم، نباشد نیست. از زبان ازبکی باشد، از چندین سرچشمه یک باره بیانات، معلومات میبراید. این معلومات ها را گرفته ترجمه میکنیم. بینید که دیگر ازبک ها چقدر آزاد هستند. اینها میدونند که این ادبیات ها به فایده ملت است. انا همین یک چیز دیگه تیش گفتم دارم، به خاطر که در طول این قریب 30 سال این حکومت با گوشی موبیل یا نفر زنگ شده ایستاده است. صدای من هست؟ بله هست. به خاطر طول 30 سال کوشش کرد، پیشروی نکرد، به خاطر بود که فقط اسلام خار کرد. اسلام جامعه را تازه میکنه، اقتصاد را میبرداره، محبت زیاد میکنه، آبرو، شان، شرف انسان بلند میکنه. اما این برعکس. بله، درک کردن نتوانید. حرفه کرد، رسخات کرد، همین فاند جمهوری را صرفه کرد برای همین سرکوب کردن همین مدنیت خوب. چقدر که تا مدنیت خوب از بین رفت. بعد در این حالت قشاق هم میشی، به آبرو هم میشی، همه چی رو میبینی. درست است، من 100% جانب دارم. پیشرفتن به اسلام مثال خلال نمیرسونن. اسلام کدامایی که مسلمانن ترقیاتشون، پیشرفتشون کمک میکنن، از ویها با دیگرها آداب میآموزن، این به منفعت جامعه میشه. بله درست کسی است. که عقل کردن
فایده کردند کسایی که تیشه بر پا زدن بایدو بله، با 100% جنگ کردن ما نمیشه. بسیاری مبارزات دیدن که این حکومت شکستنش قینده است، شاید فکر میکنه این من کایهای حس کردگیم که شکستگی اون است، ریختگی خاکستر. درست همین حرف رو گفتنی بودم، دیگر جای شکستنی ندارد، شکسته شد، جای شکستن هم نداره، خاکستر. درست هراس مردم نگاه داشته ایستاده است، همه در روی خندان و کفکوبنده، اما در باطنشان میدانند، همه میدانند، همه در منبر دیگر چیز میگویند، در خلوت در داخل کابینت میگویند نه ظاهرا است کزوخه و دیگه هیچ ریشه نداره، ریشش تمام شده. بله، بسیار تشکر، حرفای جایز بود. خدا محافظ شما هم باشد. و اینجا اگر مقابل فکری ما هم حرف دارید، خب ما فکری شخصی خود ابراز نکرده، من فقط معلومات نامه ها را گرفته گرد آورده به شما پیشکش کردم. می توانید ابراز کنید شما در چی میبینید. همه شما بسیار شدن جنایت را در تاجیکستان، واقعا صبح وقتی بر شبکه اجتماعی وارد شدم، هنوز خیلی بر وقت بود، یک غزل خواندم از یک شاعره که بیاید نامش را نگویم که بر او فشار نبیارند، و شاعر نوشته که سیله سیله می رود مردم، این وطن باقی میماند، حال ملت چه می شود، حال این وطن بهشت‌آسای ما چه می شود که ما خانه و درمان را، این دهه های سرسبزمان را، چشمسا را، باغ و بستانمان را با کی گذاشته رفته ایستاده ایم. پیر و جوان رفته ایستادند، بابا بیبی نبیره همه یک بار به فرودگاه رفته، بینید باور نکنید رفته ایستادند، مال و حالشان را فروخته رفته ایستادند. خب چرا چونین؟ انا همین سال همین تیر ماه به حد اوج گرفت برآمده رفتن از تاجیکستان. و یک خبر دیگر، کانادا، کشور کانادا کشور جهت اقتصادی اجتماعی خیلی پیشرفته است. در این کشور یک باره همین سنه 26 دکبر بود، یک باره اجازه دادن 400,000 نفر، قریب 9 میلیون نفر مهاجر اونجا اجازه دائمی بود و باش گرفت. یعنی آنها همچون شهروند کانادا در همانجا دیگر کاملا مانده زندگی کرده میتوانند. وقتی که سبب این حالت را پرسیدن، مثلا برای شهروندی روسیه شدن این نزدیکتر است بر مهاجران، اگر فهمونم برای شهروندی گرفتن باید پدر یا مادری تو شهروند باشند یا فرزندت، و باید نسبت هم نسبی با آنها باشه، با خویش و تباره که نزدیک هسته، یا اینکه معلومات عالی داشته باشه. کانادا اینچنین نگفت. کانادا نوابسته از داشتن کسب، کار، هنر، معلومات، ملت، دین، نژاد و دیگر شکل و شمایل دیگر همه را قبول کرد. کانادا قبول کرد 400,000 نفر را. پرسیدن از همان مقامات هایی که با این کار دخل دارند، نهادهای دخل داره همین جاده، گفتند که ما به آن خاطر اجازه دادیم که روند پیرشوی اهالی را پیشگیری کنیم، یعنی از حساب اهالی جوان مهاجر، از حساب نسل جوان مهاجر، فاند جوانان همان کشور را آباد کرده، پر کرده ایستادند. مرحمت، کسی وارد شده میبرند، وارد شده چی خیل برایم گفته نوشتن افیر چسبیده است، چسبیده است ها، یعنی شخ شده ایستاده است، کم کم سکوت دارد افیر. بله، اینترنت سوستر است. خب 7 دقیقه دیگر مانده. این کشور میخواهد روند پیرشوی را در همین پیشگیری کند، چون که ملت خودش که بسیار کودک به دنیا نمی آورد، برای خودشان زندگی میکند، از حساب مهاجران پر میکند. با اونها فرق ندارد تو روی مال میپوشی، تو ریش میمونی، تو زبانت کدام است، دینت کدام است، فرهنگت، رسم و آیینت کدام است، در کوچه نماز میخوانی یا در کوچه خوراک میخوری، در کوچه رقص کرده میگرده. مهم این که تو در همانجا باشه، از تو فایده باشد، قوه کاری باشه، در پای آبادانی این کشور سهم گذار باشه. مهم این است.
شکمت سر غمت دور کار میکنی، وطن خودت با این حس میکنی. برای مسلمان تمام دنیا وطن است، تمام دنیا برای مسلمان وطن است. وطن جایی که آزارش نباشد، کسی را بر کسی کارش نباشد. خب اگر شما افکاری برای بیان کردن ندارید، خب پیوسته نشده ایستاده است، گفتن نفر نوشتن اینجا رقم واتساپ هم گذاشتیم، وایبر، واتساپ، ایمو، میتوانید با این رقم زنگ زده به یگان چهره از طریق تلفن قبول میکنیم، صدای شما رو میشنویم. فقط 5 دقیقه دیگر فرصت مانده چون امروز برنده به حد خسته است. خب اگر از پیامک فکر شما را خواندنی باشیم، برای آنکه دین را رژیم رحمانوف خب این را خواندیم، به طرفی به شریفی است گفتن و بعضی حرفای تحقیرآمیز هم هست اینجا نسبت حکومت، نسبت نهادهای حکومتی. امید ندارم بر نفرانی که دستگیری میکنند اینجا می نویسند مثلا نجات 1000 نفر با این نام وارد می شوند، یا نفر کوبرا 007 یک نمود، یکی از نمودهای مارهای پردهشت دائما می نویسند با ما. کمال کمالف می نویسند برای همتون تشکر میگویم که این شبکه ها را دستگیری میکنید، دائما با ما هستید، دائما وقتی پرقیمتتان را با ما صرف میکنید. این هم مهنت است، این هم زحمت است، اجرش از خداوند گردد، چون که حقیقت را دستگیری میکنید، حقیقت را برای پهن کردن کمک میکنید. من میخواستم در همین جا با شما خداحافظی کنم تا این دم. سایما سعید و در خدمت خلق عزیز بودم. اگر معلوماتی برایتان پیشکش کرده توانستیم خیلی ممنون هستیم. اگر اندک زم شد بر دانش شما، بر فکر شما، خیلی خرسند هستیم. فقط امید بران داریم که دیگر در وطن عزیزمان این گونه حالت پر جنایتی پایدار نباشد، جنایت کم باشد، مهر و محبت پایدار باشد. در چنین یک وضع دشوار زندگی که مردم در حقیقت هم جهت مادی هم جهت معنوی عذاب میکشند، جهت معیشی عذاب میکشند در کشور، جنایت علیه حالت سرزیاتی است، نباشد خیلی بهتر است. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار، پناهت به خدا. خیر.